نیز به ما ای قادر مطلق و ای خدای محبت، از اینکه امروز نیز به ما زندگی و حیات عطا کردی تا با چشمان خود شاهد قدرت و عظمت تو در خلقت و در زندگی خودمون باشیم و سلامتی بخشیدی تا از آنچه که خلق کردی و برای ما مهیا نمودی لذت ببریم و روح عطا کردی تا به وسیله آن درباره تو و عالم معنویت به تفکر و تعمق بپردازیم. تو را شکر و سپاس گفته و در برابر الطاف بیکرانت نام قدوس تو را می ستاییم و تو را عبادت می کنیم. خداوندا، می خواهیم مخصوصا از اینکه با بندگان نالایق و خاطی خود سخن گفته ای تو را شکر کنیم و از اینکه امروز قادر هستیم با مطالعه کلامت نوای آسمانیت را بشنویم بی اندازه سپاس گذاریم. سپاس با تو باد ای خدا یکتا، سپاس بر تو باد ای قدوس یکتا. تمنا اینکه ما را ای خدا اکنون یاری بده تا وقتی که کلامت را میگشاییم و مطالعه میکنیم چیزهای عجیبی از کلام مقدست بفهمیم. این دعا را به نام مقدس منجی بشریت یعنی عیسی مسیح زنده میطلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند مطالعه و بررسی کتاب داوران، 7مین قسمت از تورات مقدس. و بنی اسرائیل در نظر خداوند شرارت ورزیدند. و بنی اسرائیل در نظر خداوند شرارت ورزیدند. پس خداوند ایشان را به دست مردمان مدیانی تسلیم نمود و چون بنی اسرائیل زراعت می‌کردند، مدیان و عمالیق و بنی مشرق آمده بر ایشان هجوم می‌آوردند و بر ایشان اردو زده محصول زمین را خراب کردند، به طوری که در اسرائیل دیگر آذوقه و گوسفند باقی نماند. و چون اسرائیل به سبب مردم مدیانی بسیار ذلیل شدند، بنی اسرائیل نزد خداوند استغاثه نمودند و خداوند نبی برای اسرائیل فرستاد. بنی اسرائیل نزد خداوند استغاثه نمودند و خداوند نبی برای اسرائیل فرستاد. و نبی خدا به بنی اسرائیل گفت: یهوه خدای یکتا خدای اسرائیل چنین میگوید: من شما را از مصر برآوردم و شما را از خانه بندگی بیرون آوردم و شما را از دست مصریان و از دست جمیع ستمکاران رهایی دادم و اینان را از حضور شما بیرون کرده زمین را به شما دادم و به شما گفتم من یهوه خدای شما هستم. از خدایان اموریان که در زمین ایشان ساکنید مترسید، لیکن شما آواز مرا نشنیدید. آیاتی که خدمتتون قرائت کردم از فصل 6 از کتاب داوران، 7مین بخش از تورات مقدس است که خدا یکتا درباره شرارتی که قوم بنی اسرائیل مرتکب شدند و آنچه که بر اثر انجام این شرارت‌ها نصیب شده برامون سخن میگوید. پروردگار یکتا که به وسیله موسی قوم بنی اسرائیل رو از مصر آزاد ساخته بود و سپس به وسیله یوشع نبی بنی اسرائیل را به سرزمین کنعان هدایت نموده بود، در فرامین مقدس خودش بارها و بارها به بنی اسرائیل دستور داده بود که هرگز به سوی بت پرستی و بت پرستان روی نیاورند، بلکه در عوض هر نشان و هر علامتی که از بت پرستی در آن سرزمین وجود دارد بایستی از بین ببرند و این سرزمینی که او برای آنان برگزیده باید پاک و مقدس و عاری از هر نوع بت پرستی باشد و در نتیجه این زمین مقدس محسوب میشه. سپس خدا یکتا
از روی کرم خودش با آشکار ساختن معجزات عظیم حقایق خود را به آنها اثبات نمود و کلام خدا میگوید که و قوم دانستند و ایمان آوردند که به راستی جز یهوه خدای نادیده خالق آسمان و زمین هیچ خدای دیگری نیست و اوست تنها خدای یکتا. اما به مرور زمان و بر اثر وفور نعمت الهی و سوء استفاده اسرائیلی ها از نعمات خدا، آنان به جای اینکه در جهان به عنوان قومی که پیرو خدا یکتا هستند نمونه باشند و مظهر پاکی و تقوا باشند تا دیگران به سوی خداپرستی بیایند، اجازه میدن که اعتقادات و تعلیمات بت پرستان در آنها نفوذ کند و چه بسا به خاطر جلال و عظمت ظاهری خدایان یا بت‌های قوم‌های همسایه تحت تاثیر قرار گرفته و شروع به ترسیدن از خدایان ممالک همجوار می‌کنند، نظیر خدایان اموریان یا بت‌های اموریان، و در نتیجه کم کم ترس از خدا یکتا از دلشون جدا میشه، از خدای حقیقی دل برمیکنن و به سوی بت‌ها روی میآورن. این امر که مخالف با ذات حق و دستور اقدسش بود، سبب افروختن خشم خدا، غضب او بر آنها میشه و خداوند اجازه میدهد که بلایایی که مستقیما نتیجه این اعمال نادرست بنی اسرائیل بود بر آنها نازل شود. به عبارت دیگر خدا اجازه میدهد که آنها ثمرات اعمال خود را بچشند. در 8 آیه اول فصل 6 از کتاب داوران این واقعه برای ما بازگو شده است. سرانجام قوم متوجه اشتباه و شرارت خود می شوند و می دانند که این همه بلاها و گرفتاری‌ها که نصیب شده از خدا نیست، بلکه ثمره کارها و شرارت‌هایی است که مرتکب شده‌اند. پس نزد خدا فریاد برمی آورند. نزد خدا میان و از او که رحمان و رحیم و بخشنده است میخواهند که بر آنها ترحم کند. آنها توبه میکنند و از خدا تمنای شفا و آزادی و بخشش مینمایند و خدا نیز به دعای آنان که توبه کردند پاسخ میدهد و کتاب میفرماید و خدا نبی میفرستد که همان جدعون نبی میباشه که از آیه 11 در مورد نحوه برگزیدنش او و دعوت او اینطور میخوانیم: و فرشته خداوند آمده زیر درخت بلوطی که در عفره است که مال یوآش ابیزری است نشست و پسرش جدعون گندم را در چرخش میکوبید تا آن را از مدیان پنهان کند. پس فرشته خداوند بر او ظاهر شده وی را گفت: ای مرد زورآور، یهوه با توست. جدعون وی را گفت: ای خداوند من، اگر یهوه با ماست پس چرا این همه بر ما واقع شده است و کجاست جمیع اعمال عجیب او که پدران ما برای ما ذکر کردند و گفتند که آیا خداوند ما را از مصر بیرون نیاورد؟ لیکن الان خداوند ما را ترک کرده و ما را به دست مدیان تسلیم نموده است. در این آیات می‌بینیم که فرشته خدا به صورت انسانی به شخصی به نام جدعون ظاهر می شود. در آیه 11 می‌فرماید که جدعون برای اینکه گندمش توسط مدیان دزدیده نشود مشغول خرد کردن آن بوده، زیرا مدیان نه فقط محصول زمین را نابود می‌کردند بلکه دار و ندار اسرائیلی ها را نیز به یغما می‌بردند. فرشته خدا با درود آسمانی سخن خود را آغاز می‌کند و می‌فرماید: ای مرد زورآور، یهوه خدا با تو میباشد. یهوه نام خدا یکتا میباشد. جدعون با شنیدن جملات این مرد بدون آنکه بداند که این حقیقتا فرشته خداست، عقده دل خود را خالی میکنه و او را ارباب و یا خداوند خود خطاب کرده و میگوید که ای خداوند من و یا ای سرور من، ای کاش خداوند با ما بود. ببین فرشته گفته بود یهوه با توست، خدا با توست. حالا جدعون میگه ای کاش خدا با ما بود. او نسبت به پیام این مرد شک داشت. چرا؟ زیرا برایش سخت بود که گفتار او را مبنی بر اینکه خدا همراه و یار او میباشد بپذیرد. چرا؟ چون مشکلات
و سختی‌های فراوانی را تحمل کرده بود. بت پرستان مال و ممالک او را به غارت برده بودند، بسیاری را کشتند و چه بسا با چشمان خود شاهد قتل هموطنان عزیزش بود که به دست افراد بیرحم بت پرست به قتل رسیده بودند. مال و اموالش را به زور گرفته بودند و حتی از ترس اینکه مبادا این بت پرستان شریر آخرین لقمه نان او و خانواده‌اش را بگیرند، حالا داره گندم را در پایین تپه در چرخشی خرد میکنه تا آن را پنهان کنه. برای جدعون بسیار مشکل و سخت بود بپذیرد که به راستی خدای یکتا در چین حالات سختی به یاد آنهاست، همراه آنهاست و به او توجه دارد. برای همین است که با یک روح افسردگی به این شخص غریب که در واقع فرشته خدا بود به زبان ساده میگوید: ای عزیز من، اگر خدا با من بود، من امروز در این فلاکت و بدبختی نبودم. امروز وضع من طور دیگری بود. و سپس در ادامه گفتارش میگوید: پدران ما، یعنی اجداد ما، درباره قدرت یهوه خدا به ما خیلی چیزها گفتند. به ما گفتند که خدا ما را از دست فرعون با قدرت عظیم خودش آزاد ساخته، ولی حالا انگار خدا ما را ترک کرده و به دست این قوم وحشی بت پرست تسلیم کرده است. دوستان عزیز، گفته های جدعون درد دل هزاران بلکه میلیون ها نفر از انسان های امروزی است و چه بسا سخن دل شما نیز می باشد. و باید اعتراف کنم که طرز فکر من نیز زمانی مثل جدعون بود. وقتی که ظلم و ستم میبینیم، وقتی میبینیم که چگونه به طور ناحق به افراد ظلم میشه، حق به حقدار نمیرسه و عدالت اجرا نمیشه، وقتی فریاد میزنیم اما فریاد رسی رو نمیبینیم، بدون شک این سوال در فکرمون خطور میکنه که ای خدا، تو دیگه چرا ساکت نشستی؟ خدایا کاری بکن، گوش بده به حرفای من. ای خدا اگه تو وجود داری، چرا ما را ترک کردی؟ چرا ای خدا اجازه میدی که این همه شرارت و بی‌عدالتی و ظلم و ستم به سراغ بیگناهان بیاد و چرا کاری نمیکنه ای خدا؟ این نوع سالها در فکر همه ما بوده و هست. و دوستان عزیز، جدعون نیز که کشورش دستخوش آماج حملات بت پرستان بود، همین سوالها را در سر خود داشت و آنها را به فرشته خدا میگفت. فرشته خدا در پاسخ گفته های جدعون به او پیامی میدهد و اعلام می‌دارد که خدا او را برگزیده تا نبی و رهبر و نجات دهنده اسرائیل باشد. آیه 14 اینطور می‌فرماید: آنگاه یهوه خدا بر وی نظر کرده گفت: به این قوت خود برو و اسرائیل را از دست مدیان رهایی بده. و آیا من تو را نفرستادم؟ خداوند توسط فرشتش به جدعون میگوید تو برو و قوم بنی اسرائیل را نجات بده. ولی جدعون در پاسخ فرشته خدا میگوید: آی خداوند، چگونه اسرائیل را رهایی بدهم؟ اینک خاندان من در منسی ذلیل‌تر از همه است و من در خانه پدرم کوچکترین هستم. به زبان عامیانه جدعون میگه: مسلماً که تو مرا برای آزادی قوم نمیفرستی خدا، چون اولا من از نسل منسی هستم که در میان 12 طایفه اسرائیل از همه تعدادمون کمتره و فقیرتر و ذلیل‌تر هستیم و مسلماً بقیه طایفه ها حرف ما را گوش نمیدن و در ثانی این که تعداد ما خیلی کم هستیم و ما نمیتوانیم بر علیه مدیان قیام کنیم. و رابعاً ما از بچه‌های کوچک پدرم هستم، من کوچکترین بچه پدرم هستم، یعنی من هیچ هستم، نه قدرتی دارم، نه شهرتی و نه اسمی و نه کاری هستم. من هیچ هستم و نمیتوانم کاری بکنم. جدعون به بی‌لیاقتی و بی‌ارزش بودن خود برای این مأموریت اعتراف میکنه و میگوید من در خود چیزی ندارم و لیاقت انجام کاری را هم ندارم. دوستان عزیز، همونطوری که بارها در خلال این برنامه خدمتتون عرض کردم، نحوه برگزینش افراد از دید خدا با نحوه برگزینش ما انسان ها بسیار متفاوته. خداوند زمانی افراد را برای مقاصد خود به کار میبرد که انسانها متوجه بی‌ارزش بودن و نالایق بودن خود پی برده باشند، متوجه شده باشند که هیچ ارزشی ندارند. اشکال امروز ما انسان‌ها اینه که غالب اوقات خیال میکنیم که ما مثلا لیاقت و شایستگی فلان شغل یا مأموریت برای خدا داریم و میگوییم مثلا اگر قراره که کسی کشیش یا رهبر مذهبی ما باشه، من از همهشون
بیشتر شایستگی آن رو دارم و بعد شروع میکنیم به برشمردن مزایا و برتری هایی که داریم. اکثرا خود را لایق و شایسته میدانیم، در صورتی که باید بگویم کلام خدا میگوید که خدا اینطور انسانها را به کار نمیبره. در عوض خدا کسانی را به کار میبره که به پوچ بودن خود پی برده باشند، فروتن باشند، تا غرور و خودخواهی جای سپاس و جلال به خدا را در شخص نگیرد. و دلیل این که امروز خدا ما را برای مقاصد خودش به کار نمیبره اینه که دوستان عزیز، من و شما خیلی در خودمون هنر و استعداد و توانایی میبینیم و در پی اراده و خواست خودمون هستیم و این اشتباهه. حضرت پولس رو به مقدسین در شهر قرنتس میکنه و توجه آنها را به گذشتهشون میکنه که قبل از اینکه خدا آنها را برگزینه چه افرادی بودند. میفرماید ای برادران، دعوت خود را ملاحظه کنید که بسیاری بر حسب جسم حکیم نیستند و بسیاری توانا نی و بسیاری شریف نی، بلکه خدا جاهلان جهان را برگزید تا حکما را رسوا سازد و خدا ناتوانان عالم را برگزید تا توانایان را رسوا سازد و خسیسان دنیا و محقران را خدا برگزید، بلکه نیستی ها را تا هستی ها را باطل گرداند، تا هیچ بشری در حضور او فخر نکند. آری خدا ضعفا و حقیران و افراد ساده را برای مقاصد خود به کار میبرد و حالا او جدعون را که از همه جوانتر و فقیرتر و پستر بود برای هدف بسیار عالی انتخاب می کند. اگرچه او از همه ضعیفتر بود ولی خدا به او قدرت می بخشد. به دنباله آیات از کتاب داوران توجه فرمایید. از آیه 16 می خوانم. می فرماید خداوند وی را گفت، یا فرشته خدا به او می گوید یقینا من با تو خواهم بود و تو مدیان را مثل یک نفر شکست خواهی داد. فرشته خدا میگوید ای جدعون، درسته که تو ضعیف و ناتوان و پستر و کوچکتر از همه هستی، ولی خدا با تو خواهد بود و هرگاه خدا با تو باشه چه کسی میتونه بر ضد شما باشد؟ چه کسی میتونه در برابر خدا مقاومت کند؟ جدعون که دلش از سختی های روزگار شکسته بود به این گفته فرشته و این دعوت الهی شک می‌ورزد. میخواست مطمئن بشود که این دعوت بزرگ و خطیر از جانب خداست و حقیقتا این خداست که فرشته خود را به او فرستاده. پس طالب علامتی می‌شود، نشانی می‌خواهد تا قانع بشه که به راستی خداوند داره با او سخن می‌گوید و این خدا همراه او خواهد بود و او را برای این مأموریت خطیر برگزیده است. پس تقاضای خود را خیلی ساده اینطور بیان می‌کند و می‌گوید اگر الان در نظر تو فیض یافتم، پس آیتی به من بنما که تو هستی آنکه با من حرف میزنی. پس خواهش دارم که از اینجا نروی تا نزد تو برگردم و هدیه خود را آورده به حضور تو بگذرانم. فرشته گفت من میمانم تا برگردی. پس جدعون رفت و بزغاله‌ای با قرص‌های نان فطیر از یک ایفه آرد نرم حاضر ساخت و گوشتش را در سبدی و آب گوشت را در کاسی گذاشته آن را نزد وی زیر درخت بلوط آورد و پیش وی نهاد. و فرشته خدا وی را گفت گوشت و قرص‌های فطیر را بردار و بر روی این صخره بگذار و آب گوشت را بریز. پس چنان کرد. آنگاه فرشته خداوند نوک و عصا را که در دستش بود دراز کرده گوشت و قرص‌های فطیر را لمس نمود. ناگهان آتش از صخره برآمد، گوشت و قرص‌های فطیر را بلعید و فرشته خداوند از نظرش غایب شد. پس جدعون دانست که او فرشته خداوند است و جدعون گفت ای خداوند یهوه، چون که فرشته خداوند را روبرو دیدم. خداوند گفت به سلامتی برو، سلامتی بر تو باد، مترس نخواهی مرد. پس جدعون در آنجا برای خداوند مذبحی بنا کرد و آن را یهوه شالوم نامید که تا امروز در عفره الیعزران باقی می باشد. در اینجا می بینیم که فرشته خدا با معجزه‌ای، یعنی با نازل کردن آتش بر قربانگاه، به جدعون ثابت میکنه که او از جانب خدا آمده و مأموریتی هم که به او عطا کرده از جانب خدا یکتاست. پس این معجزه سبب میشه که ایمان جدعون قوی بشه و در این اثنا فرشته خدا نیز ناپدید میشه.
جدعون متوجه می شود که به راستی این خدا یکتایی که نسبت به او شک داشت، این خدا یکتایی که فکر میکرد او را ترک کرده، اکنون او را برای رهایی قوم بنی اسرائیل برگزیده است. ترس سراسر وجود او را برمیگیره، زیرا تا به حال متوجه نشده بود آن مردی که با او صحبت میکرد همان فرشته خدا بوده. و دوستان، این ترس نشان احترام و از سوی دیگر علامت بی لیاقتی خودش رو میرسانید. یعنی جدعون در خود لیاقت این را ندید که حتی فرشته خدا به او ظاهر بشه. او خود را نالایق و ناشایسته میدانست. و دوستان عزیز، واقعیت اینه که نه فقط جدعون بلکه هیچ بشری امروز لیاقت الطاف و رحمت خداوند را نداره. همه ما از راه حق برگشته و در تلاش انجام خواسته های خودمون هستیم. همه ما راه خود را طی می‌کنیم. این واقعیتی است که خداوند در کلامش بر ما آشکار کرده است. از آیه 25 متوجه میشیم که حتی پدر جدعون بت پرست شده بود. حالا خدا اولین وظیفه‌ای که به جدعون میده اینه که اول خانواده خود رو از هر نوع بت پرستی و شرارت پاک کنه. و این خیلی مهمه دوستان عزیز. در اینجا درسی است برای ما. چرا؟ چون اگر ما که بشارت خدا را میرسونیم، اگر ما که به خداوند ایمان داریم و ادعا میکنیم که فیض خدا بر ماست، نتونیم خانواده خودمون رو از شرارت پاک سازیم، پس چگونه انتظار داریم که دیگران حرفای ما را بپذیرند؟ راستش کسی که نتواند خانواده خود را پاک نگاه بدارد، مسلما نمیتواند در خانواده های دیگر اثر کرده و آنها را به سوی خدا هدایت کند. در همان شب باز فرشته خداوند در رویا به جدعون ظاهر میشه و به او اینطور امر میکند. از آیه 25 براتون میخونم. و در آن شب خداوند جدعون را گفت: گاو پدر خود، یعنی گاو دومین را که 7 ساله است بگیر و مذبح بر را که از آن پدرت است منهدم کن و تمثال عشیره را که نزد آن است قطع نما و برای یهوه خدای خود بر سر این قلعه مذبح بنا کن و بر آن قربانی سوختنی بگذار. از آیات 28 درباره نحوه نابودی بت‌های مختلف توسط جدعون می‌بینیم و اینکه چگونه مردم قصد قتل جدعون را می‌کنند. چرا؟ چون که بت‌ها را نابود می‌کرد، اما خداوند او را از گزند آنان حفظ می‌کنه. و در این اثنا نیز مردم بیابانگرد و وحشی به سرزمین اسرائیل حمله می‌کنند و در نواحی یزرعیل اردو می‌زنند تا بر علیه جدعون و دیگر اسرائیلی‌ها به جنگ بپردازند. کلام خداوند میگوید که روح خدا جدعون را ملبس ساخت و یا روح خدا بر جدعون نازل میشه. پس با نواختن کرنا مردم اسرائیل را دور خود جمع میکنند تا بر علیه مدیان به جنگ بپردازد. اون نمایندگان نزد طایفه های خود میفرسته تا مردم رو جمع کنه و مردم کم کم دور او جمع میشن و آماده جنگ میشوند. ولی خیلی ها ترس در خود داشتند و میگفتند که کیست در برابر این سربازان دورگرد مقاومت کند. شاید این نوع حرفا بود که روح جدعون را نیز متزلزل ساخت، به طوری که نسبت به حضور خدا و اراده خدا در این راه مشکوک میشه. برای همین از خداوند طلب نشان و آیتی میکنی که خدایا اگر واقعا این خواست و اراده توست که من به جنگ این بت پرستان بروم، تمنا اینکه به وسیله معجزه‌ای به من ثابت کن که تو با من هستی. و خداوند نیز با انجام معجزه‌ای به او ثابت میکنه که ای جدعون، خاطر جمع باش که من با تو هستم. در باب 7 میبینیم پس از اینکه این اطمینان رو از جانب خداوند دریافت میکنه، جدعون شروع به دور کردن بت پرستان میکنه. قوم بنی اسرائیل متوجه میشوند که خدا جدعون را برگزیده است، برای همینه که همه دور او جمع میشن. اما خدا به جدعون میگوید قومی که با تو هستند زیاده از آنند که مدیان را به دست ایشان تسلیم نمایند. مبادا اسرائیل بر من فخر نموده بگویند که دست ما را نجات داده است. پس الان به گوش قوم ندا کرده بگو هر کس که ترسان و هراسان باشد روانه شود. 22,000 نفر از اسرائیلی ها از نسل جدعون به خاطر ترس از بت پرستان برمیگردند. و باز هم خدا میگوید ای جدعون، این افرادی که هنوز با تو هستند زیادن، احتیاج به اینقدر سرباز نداری. جدعون بسیاری از آنها را به خانه میفرستد و فقط 300 نفر را برمیگزیند که خداوند به جدعون میگوید من با این 300 نفر شما را نجات میدهم و دشمن را نابود میکنم.
در آیه 13 الی 15 جدعون یک بار دیگر متوجه می شود و اطمینان پیدا می کند که خدا همراه اوست. پس با ایمان و اتکا به قدرت خدا یکتا در آن شب آن 300 نفر را به 3 گروه تقسیم می کنه و با هدایت خدا بر آنها حمله می نماید و خدا نیز جدعون را یاری میده، هدایت میکنه، به طوری که سربازان مدیان به جای آنکه بر علیه همراهان جدعون نبی به جنگ بپردازند، در تاریکی بر علیه یکدیگر به جنگ میپردازند. آیه 22 اینطور میخوانیم: و چون آن 300 نفر کرانه‌ها را نواختند، خداوند شمشیر هر کس را بر رفیقش و بر تمامی لشکر گردانید و لشکریان فرار کردند و بدین وسیله جدعون ترسو و نالایق و کوچک و بی‌ارزش با قدرت خدا تبدیل به نجات دهنده قوم بنی اسرائیل شد و بنی اسرائیل را از دست مدیان آزاد کرد. دوستان عزیز، اگر خدا این چنین شخصی را به کار میبره، این چنین شخص شکاک و ناامید را به کار میبره، آیا نه اینکه خدا حاضر است من و شما را نیز جزو خدمتگزاران خود بگرداند؟ او میخواهد امروز من و شما را برای مقاصد خود به کار ببرد، اما شرطش اینه که ما غرور را از دست بدهیم و خود را تسلیم او کنیم و آماده باشیم که هر چی به ما میگوید را بپذیریم. خود را تسلیم خدا کنید که این راهی است که خداوند میپسندد. من برادر شما کشیش سید رضا مسعودی تا برنامه دیگر و روز دیگر، مسیح زنده یار و یاورتان باد. آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.